سفرمون به بم قبل از زلزله بود و همیشه از این که شانس دیدن بم رو داشتم خوشحالم و ته قلبم یه ناراحتی مونده از این که اون شهر زیبا تجربه تلخ زلزله و ویرانی رو داشت. در بم با کرم هفت‌باد آشنا شدیم، البته افسانه کرم هفت‌باد. کت کرم رو هم دیدیم. احتمالا خیلیا بدونید که کت به لهجه کرمانی یعنی سوراخ. کت کرم هم یعنی جایی که کرم رو در اون نگهداری می‌کردن. اینجا یه اشاره به داستان کرم هفت‌باد میکنم و ازش میگذریم. در شهر کجاران که به نظر بم امروزی هست، مرد فقیری زندگی میکرده به نام هفت‌باد که 7 پسر و 1 دختر داشته. در این شهر تنها منبع درآمد مردم ریسندگی دخترانشون بود. آقای هفت‌باد هم مستثنا نبود و دخترش همراه بقیه دخترای شهر در کنار کوهی نزدیک شهر ریسندگی میکرده. یه روز دخترک در مسیر سیبی میبینه و اون رو برمیداره. زمانی که میخواسته سیب رو بخوره، درون سیب کرمی میبینه، اون رو میذاره توی دوکدان. وجود این کرم باعث شد تا هر روز کار دخترک رونق بیشتری پیدا کنه و نهایتاً خانواده‌اش از فقر و تنگدستی نجات پیدا کردن و به برکت وجود این کرم شهر از دست حاکم طماع نجات پیدا کرد و هفت‌باد حاکم شهر شد. داستان کرم ادامه داره تا زمان ترکیدن کرم به دست اردشیر. بعضیا نام شهر بم رو برگرفته از صدای ترکیدن کرم میدونن. آخر این داستان این سوال به ذهنم اومد: خب چرا تو این شهر فقط دخترها کار میکردن؟ قصه ها هرگز فراموش نمیشون. مهم نیست شخصیت اول داستان یک کرم باشه یا عارفی سرشناس. یکی از داستان‌های دیگه‌ای که در اون سفر شنیدم و هنوز در ذهنم پررنگ باقی مونده، سرنوشت مشتاق علی شاه بود. مشتاق علی شاه از عرفای سرشناسی بود که به جرم خواندن قرآن با ستار سنگسار شد و کشته شد. چند سال بعد از این اتفاق بود که واقعه آقا محمد خانی پیش آمد و تعداد زیادی از مردم کرمان به دست آقا محمد خان کور شدند و کشته شدند. مظفر علی شاه میگفت شهری خونبهای مشتاق است. از تمام این داستان‌های تلخ تاریخی که بگذاریم، دلم میخواد این نیمچه سفرنامه رو با اسم نویسنده خوش‌ذوق کرمانی، هوشنگ مرادی کرمانی تمام کنیم. باید اعتراف کنم که تمام این سالها نمیدونستم خالق قصه های مجید اهل کرمان هست، نه اصفهان. این مدت که در حال جمع‌آوری اطلاعات در مورد کرمان بودم، زندگی نامش به نام شما که غریبه نیستید رو شنیدم. این نویسنده خوش‌ذوق زندگی بسیار پرفراز و نشیبی داشته. به قول خودش یک بچه دهاتی بوده که سختی‌های زیادی کشیده و اینکه با کلماتش چطور سختی‌های زندگی رو به قند و شکر تبدیل کرده قطعاً همان حماسه کبیر است. این تفسیر از زندگی رو با صدای خودش بشنویم. زندگی قورباغه زنده‌ای است که نابینایی آن را با اشتها می‌خورد.